روز 28 ایون صدها هزار مسلمان روسیه از جمله مهاجران تاجیک برای ادای نماز عید قربان در مساجد شهر مسکو جمع آمدند. مفتیات روسیه میگوید نماز عید طبق نقشه در همه مسجدهای پایتخت روسیه دایر گردیده، همزمان در 55 موضع دیگر ولایت مسکو برای نمازگزاران شرایط فراهم آورده شد. مصاحبان رادیوی آزادی با فرستادن نوارها از جریان برگزاری نماز عید میگویند تعدادی هم بنابر نرسیدن جای روی زمین در کوچه های اطراف عبادت کردند. چند روز پیش در یک کارخانه استخراج گاز طبیعی در ولایت ایرکوتسک زناشویی گروهی مهاجران تاجیک و قرغیز صورت گرفت که به مجروح شدن و بازداشت گردیدن تعدادی از آنها باعث گردید. امروز کاربر این نوار را از ایرکوتسک فرستاده گفت که مهاجران این دو کشور پهلوی هم نماز گذاشته و بعد پایان یافتن نماز به منزل یکدیگر مهمان شدند. ایدای شما رو مبارکباد میگیم به این روز عید و کسب و کار. این نوار باشد از شهر نیژنی ورتوفسک به دست رادیو آزادی رسید. عزیزبک اشورов مهاجر تاجیکی در اینجا بوده است میگوید با توجه به جای داشتن ریت‌های دو ماه اخیر تا یک اندازه از رفتن به نماز عید هراس داشت. نکیم شکر الحمدلله رفتیم در اونجا پلیس ها بودن، البته به پلیس نبود لیکن چارهای امنیتی بود. یگان خیلی کفتکو و یگان خیلی فشار و اذیت هیچی مشاهده نشد، همه خوب رفتن. اما برای صدها مهاجران دیگری تاجیک در نویه ایستری ولایت مسکو ادای نماز دردسر ایجاد کرد. یکی از مصاحبان ما میگوید بنابر در مسافه دورتر قرار داشتن مسجد و هم از بیم تفتیش‌های پلیس نماز را در این ورزشگاه خواندند و هیچ انتظار نداشتند که نمازخوانی آنها با کشاکش با پلیس انجام می‌یابد. این درو را محکم کردن، اکوژن کردن، برآمدیم نماز خواندیم دیگه. خطبه را هم نخواندن، مولا را صورت گرفتن، سیانکه کردن چهار طرف با گریختیم. گرده کرده ایسیم. همین گونه گروهی از مهاجران تاجیک در شهر مژایسک که روز عید را در شعبه پلیس میگذرانند. آنها را که بعد خواندن نماز با ماشین برمیگشتند کارمندان پلیس منع کرده و برای تفتیش بردند. در این گیرودارها صحنه غیر عادی کمک پلیس به مهاجر تاجیک نیز به چشم رسیده است. عید قربان امساله در شرایط برگزار می شود که 2 ماه این جانب در گوشه های گوناگون روسیه ریت‌های سرتاسری ادامه دارند.